خب دوستان، بریم با هم دومین پروژمون رو برای بورد ESP32 بزنیم. در این پروژه ما میخوایم هر وقت یک کلید رو که فشار دادیم ESP بفهمه و برامون یه LED رو روشن کنه. بریم که با هم بسازیمش. خب نیو پروژکت رو میزنیم، یه اسم خوب انتخاب میکنیم. اینجا هم اسم بوردمون رو میزدیم، اینجا هم که همین آردینو رو ول میکنیم. پروژمون رو برامون ساخت. ما میایم main.cpp رو باز میکنیم و در این مکان کدمون رو مینویسیم. خب بیایم ببینیم که این کدش به چه صورت هست. خب همونطور که جلسه پیش گفتیم ما کتابخونه آردینو رو اول اینکلود میکنیم که بتونیم از قابلیت‌هاش در کدمون استفاده کنیم. خب دیفاین کردن هم در جلسه پیش با هم یاد گرفتیم. الان من 2 تا دیفاین دارم. چرا؟ چون یکی از پایه ها برای خوندن کلید من هست و یکی از پایه ها هم برای LED من هست. خب بخش بعدی ستاپ هست که در جلسه پیش کامل کاربردش رو یاد گرفتیم. می اومدیم در ستاپ تنظیمات اولیه و همچنین کدهایی که یک بار بیشتر برامون لازم نبود که اجرا بشن رو در ستاپ می نوشتیم. همونطور که می بینین من اومدم پین مودم رو اینجا تنظیم کردم. این پین مود پینی هست که به پوش باتن من وصله که باید اینپوت بشه. به چه دلیل؟ چون من میخوام این پایه رو بخونم از دنیای بیرون میکروکنترلر. من میخوام چیزی که به این پایه وصله رو بخونم، پس باید اینپوت بشه. همچنین اینجا پول داون نوشتم. خب پول اپ و پول داون رو در جلسه فکر میکنم شماره 3 الکترونیک کاربردی خیلی خوب با هم یادش گرفتیم دیگه، من اینجا توضیح نمیدم. LED پین هم که اوتپوت تعریف میکنیم به دلیل اینکه ما نمیخوایم چیزی رو بخونیم، میخوایم خود میکرو ولتاژی روی پایه‌اش بندازه. خب دیجیتال رایت میکنیم همین LED پین رو روی لو. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما لحظه اول میایم LED مون رو خاموش میکنیم. چرا؟ چون میخواستیم که هر وقت پوش باتممون فشرده شد LED مون روشن بشه. خب همونطور که جلسه پیش گفتیم هر کدی که من در وید لوپ بنویسم همش تکرار میشه. خب من چرا این کد رو در وید لوپ هم نوشتم؟ چون هی میخوام چک کنم ببینم که اگه کاربر اون کلید رو فشار داد من بیام LED رو روشن کنم. پس نمیام در ستاپ هم بنویسم، میام در وید لوپ هم این کد رو مینویسم. دستور جدیدی که ما اینجا داریم دیجیتال رید هست. این تابه میاد چه کار میکنه؟ میاد اون پایه‌ای که من اسمشو بهش دادم، یا اینجا میتونم همون 21 رو بنویسم چون دیفاین کردم، میام اسم تابه اسم اون پینمو بهش میدم. خب پس ورودی این تابه یه پین هست، میاد اون پین منو میخونه، رید میکنه و خروجی این تابه من یا های هست یا لو هست. حالا چرا من اینجا اصلا های نوشتم، چرا لو ننوشتم؟ به دلیل اینکه در سخت افزار که من این مدار رو بستم وقتی کلید رو فشار میدم پین میکرو من به 3.3 ولت وصل میشه، به همون های میکرو من وصل میشه و خروجی این تابع من های میشه و این شرط ایف من برقرار میشه. و وقتی شرط ایف من برقرار شد میاد این دستور رو اجرا میکنه. این دستور رو جلسه پیش با هم یاد گرفتیم. میاد دیجیتال رایت میکنه روی پین که به LED من وصله های رو، یعنی 3.3 به LED من میده میکروکنترلر من و اگه این اتفاق نیفتاد else ایف منه. میاد چه کار میکنه؟ میاد لو رو روی LED پین من رایت میکنه. دوستان همونطور که متوجه شدین این کد خوبی نیست. چرا کد خوبی نیست؟ به دلیل اینکه من اگه یه پروژه خیلی بزرگ داشته باشم، مثلا بعد این ایف من میام یه 1000 خط کد دیگه می نویسم. خب اومد و من وسط اون مثلا این وسط میخوام یه سنسوری رو بخونم. خب این داره میره میکرو من سنسور رو میخونه، یه کارای این وسط انجام میده، یه چه میدونم یه توی فور لوپی میفته، نمیدونم باید تا 100 میلی ثانیه یه جایی رو بشماره، دوباره بیاد این اول لوپ من دوباره چک کنه ببینه این باتن پین من آیا خورده یا نه. خب این وسط اگه من این کلید رو بزنم چی؟ خب این میکرو من نمیفهمه دیگه. برای رفع این مشکل میام از اینتراپت ها استفاده میکنم که جلسه آینده با هم خیلی خوب یادش میگیریم. خب بریم این کد رو کامپایل و آپلود بکنیم.
خب کامپایل شد، میتونم آپلودش کنم. خب دوستان، همونطور که در کد مشخص بود، من پین شماره 21 رو به LED و پین شماره 19 رو به پوش باتنم دادم. همچنین از لحاظ سخت افزاری هم اومدم پوش باتنم رو پول داون کردم. بیایم تست کنیم ببینیم که کد کار میکنه یا نه. خب کلید رو که میزنم LED روشن میشه. بچه‌ها، ما هر جلسه علاوه بر این که کدها رو توضیح میدیم، نواقص اون کد هم میگیم. اینکه چه دستوری باید پیاده کنیم که بهتر باشه و از چه دستورهایی اصلا نباید استفاده کنیم. مثل این جلسه که گفتیم اینتراپت بهتره و در جلسه پیش گفتیم دیلی کلا دستور خوبی نیست و باعث گیر کردن کدمون میشه. به دلیل اینکه این دوره صفر تا صنعتی هست و ما میخوایم پروژه های خیلی بزرگ رو هندل کنیم و تمیز و حرفه‌ای کد بزنیم. این جلسه هم مثل جلسه پیش لطفاً کدها رو خودتون بزنید و مدارش رو ببندین. من کدها رو در کانال تلگرام قرار میدم. جلسه بعدی میبینمتون.